از نقشه‌های آدمان ناراحت نباش. خواستن یوسف را بکشند، نمرد. خواستن آثارش را از بین ببرند، ارزشش بالا رفت. خواستن او را بفروشند تا برده شود، ولی پادشاه شد. خواستن محبتش از دل پدر خارج شود، محبتش بیشتر شد. از نقشه های بشر نباید ناراحت شد، چرا که اراده خداوند بالاتر از هر اراده هست. یوسف میدانست همه درها بسته هستند، اما به خاطر خداوند حتی به سوی درهای بسته هم دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد. اگر تمام درهای دنیا برایت بسته شد، به دنبال درهای بسته برو. هیچگاه ناامید نباش.